дар китобҳои нави дарсӣ дар Туркия номи Осиёи марказӣ бо Туркистон иваз шудааст ва ин дигаргунӣ баъзан нигарониҳоро дар Тоҷикистон, ягона кишвари форсизабони минтақа ба вуҷуд овард. мақомоти Туркия иддао доранд ки бо ин роҳ номи таърихии минтақа барқарор хоҳад шуд. дигарон бовар доранд ки Анкара бо ин роҳ мехоҳад нуфузи худро дар минтақа бештар кунад. ин мавзӯъро хабарнигорони мо пайгирӣ карданд ва хулосаашро пеш аз барнома аз ҳамкорам Каюмар Саато пурсидам. خرامان تا این دم در کتاب‌های درسی تاریخ در ترکیه منطقه‌ای که ترک‌های معاصر از آنجا برآمدند آسیای مرکزی نامیده می‌شد. حالا تنها با نام ترکستان یاد می‌شود. در کتاب‌های درسی پیشینه تاریخ توجه خوانندگان ترک به آن روانه می‌گشت که دولتداری ترکی چگونه در حدود امروزه ترکیه تشکل یافته است. در کتاب‌های نو روایت تاریخی پررد دیگر شده است. اکنون به خوانندگان پیشنهاد می‌شود که به گذشته کشور همچون بخشی از تاریخ واحد ترکیه، یعنی از ترکستان باستان تا ترکیه معاصر نظر کنند. وزیر معارف ملی ترکیه گفته است که آنها با عوض کردن نام آسیای مرکزی می‌خواهند کودکانشان این منطقه را با نام ترکستان و همچون بخشی از جهان ترکی بشناسند. کارشناسانی که رادیوی آزادی با آنها هم صحبت شد برای نظرند که عوض کردن اصطلاح آسیای مرکزی به ترکستان تنها به خوانندگان مکتب‌های ترکیه دخل ندارد، بلکه این یک قسم بزرگ استراتژی یا دورنمای بزرگ ژئوپلیتیکی انقره می باشد. ترکیه علیه گسترش همکاری‌های نظامی را با کشورهای منطقه شروع کرده است. همزمان نقش سازمان دولت‌های ترکی بیشتر می‌شود که انقره آن را همچون یکی از ابزارهای کلیدی همکاری در منطقه می‌شمارد. با گفته دکتر علم‌های سیاسی از دانشگاه انقره اورهان غفارلی، ترکیه با این راه هویت منطقه‌ای را تشکل می‌دهد. البته دیدگاه‌ها به این تصمیم یکسان نیست. бале то ҷое медонем тағйири номи Осиёи марказӣ ба Туркистон дар китобҳои дарсии Туркия дар дохили Осиёи марказӣ вокунишҳои гуногунро ба бор овардааст. аз ҷумла қарори Туркия дар ҷомеаи Тоҷикистон ки худро кишвари форсизабон медонад баъзе норизоятҳоро ба вуҷуд овардааст. ва саволи дигарам ҳам аз Каюмарс дар бораи вокунишҳо аз Тоҷикистон буд. خرامان، البته تا این دم در تاجیکستان بعضی از تاریخدانها نظر و موقع خود را گفتند، اما واکنش رسمی مقامات دسترس نیست. تاریخشناس تاجیک عبدولی شریف زاده در یک صحبتش گفته است که آسیای مرکزی نه همیشه ترکستان نامیده میشد، بلکه اینجا سوغد و باختر و خوارزم و فرغانه بود. کمال‌الدین عبداللهیف تاریخشناس دیگری تاجیک برای نظر است که گذشته منطقه به قدری کافی غنی است و در صورت ضرورت میتوان دلیل‌های را برای هر کدام از مفهوم‌ها پیدا کرد، خواه آسیای مرکزی باشد، خواه ترکستان و یا ایران زمین یا ایرانی بزرگ. با گفته او اقدام‌های ترکیه نزاع جدی را به وجود نمی‌آورند، ولی در عین حال تاجیکان را از فضای یگانه منطقه‌ای بیرون می‌گذارند. борьба с пантюркизмом у нас же чуть ли не стала частью нашей идеологии. مبارزه با پانتورکیزم در ما قریب به یک قسم ایدئولوژی ملی تبدیل شده است. یعنی برای ما این یک راهی حمایه خود است. ما تنها یک جمهوری فارسی زبان داریم و از این رو حفظ هویت فرهنگی، زبانی و تاریخی خاص خود برای ما بسیار مهم است. بنابراین ما نمی‌خواهیم که ما را زیر یک جامعه عمومی ترکستانی گرد آورند. Нас гребли под общую туркестанскую гребенку. به عقیده کارشناسان دیگر که رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی هم صحبت شد، احیای اصطلاح کهنه ترکستان خصوصیت اکادمی ندارد، بلکه بیشتر سیاسی است. خبرشناس روسلان سلیمانوف گفته است که رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان می‌خواهد خود را همچون پشتیبان و رهبر مردم ترک معرفی و موقع خود را در این نقش مستحکم کند. با گفته او روسیه و چین در منطقه علیه موقع استوا را اشغال کردند و برای انقره رقابت با آنها آسان نخواهد بود. تشکر از همکارم کایومر سیاتو که درباره کتاب‌های نوی درسی در ترکیه تفصیلات داد. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید.